در باختر اولین بیزنس فوروم کشاورزی برگزار شد. در باختر فود 2021 مهمانان از کشورهای ازبکستان، افغانستان، روسیه، بلاروس، ایران و اوکراین و نمایندگی یوسید اشتراک کردند. مهمانان را از جانب تاجیکستان معاون اول سروزیر کشور دولتعلی سعید و رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده راهنمایی کردند. برای اشتراکچیان نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعتی تشکیل نمودند. مهمانان گرامی، اشتراکداران امروزی فوروم بین‌المللی خواهش می‌کنم که همه طرفه برای این پیشنهادها یک جای خاطر کنیم. محصولاتی که در ولایت استحصال می‌شود از جهت اکولوژی و ارگانیکی که امروز طلبات بزرگی جهان می‌دارد همه طرفه جواب می‌باشد. متخصصان میگویند محصولات کشاورزی ختلان نسبت دیگر منطقه‌ها صفت خاصی دارد. در سالهای اخیر اینچنین نوهای خیلی زیاد از خارج کشور وارد کرده شدند که قابلیت صادراتی دارند. بنابراین من گمان میکنم که میوه تر و تازه ختلان قریب همش قابلیت صادراتی رو دارا میباشند و اینچنین در دایره لایحه‌ها امروز با کارکرد و نگهداری آنها نیز اهمیت داده ایستادند. رادیوی لازارویچ متخصص ساحه کشاورزی از سربیا بار اول است که در تاجیکستان است ولی علاقه خلاصه برآورده است و توصیه به کشاورزان تاجیک نیز می‌دهد. برای کشور شما داشتن یک لابراتوری کشاورزی لازم است تا محصولاتی که استحصال میکنید از آن گذرد و به یگان ماموریت به بازار جهانی راه یابد. در این نمایشگاه چند قرارداد نو از جمله قرارداد برای صادرات 1000 تن انگور به روسیه و صادرات پیاز با ارزش تقریباً $1 میلیون به قزاقستان امضا شد.